یک گروه طرفداران حرکت سیاسی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و فعالان علایده روز 14 مارس سال 2024 در نزد بنای کنسولگری ترکیه در شهر هیورت آلمان تظاهرات اعتراضی برپا کردند. این نخستین اعتراضهای مخالفین در واکنش به پی هم در ترکیه بیدرک شدن رهبر گروه 24 سوراب ظفر و نماینده این حرکت در ترکیه نسیم جان شریپوف می باشد. تظاهرگران از ناپدید شدن این دو همصف خود اظهار تشویش کرده از مقامات ترک تقاضا کردند تا آنها را هر چیز زودتر پیدا کنند و آدم ربایان را به جوابگری بکشانند. همصفانشان از آن نگرانند که سوراب ظفر و نسیم جان شریپوف در ترکیه را بودند و قصد غیر قانونی به تاجیکستان بردن آنها را دارند. بنا به اطلاع دریافتی، طرفداران گروه 24 و دیگر حزب و حرکت‌های مخالف و فعالان علایده قصد دارند که چنین تظاهرات اعتراضی را در نزد باز چندین نمایندگی دیپلماتی ترکیه در کشورهای اروپا از جمله در وین و برلین برگزار کنند. گروه 24 قبلا خبر داد که نسیم جان شریپوف از روز 23 فوریه سال 2024 و سوراب ظفر از صبح 2 مارس در شهر استانبول بیدرک شدند. بعد بیدرک شدن نسیم جان شریپوف اینک 3 هفته باز و سوراب ظفر اینک 3 روز باز از خود یگان درک ندادند و تلفن‌هایشان نیز خاموش است. مقامات ترکیه تا کنون درباره غیب زدن این دو سیاستمدار مخالف تاجیک یگان شرح ندادند. مقامات تاجیکستان نیز بیدرک شدن سوراب ظفر و نسیم جان شریپوف را تا حال شرح ندادند، ولی همصفان آنها در گروه 24 حدس میزنند که احتمالاً بعد ناکام شدن چندین تلاش برای استرداد قانونی آنها از ترکیه هر دو را با مقصد به تاجیکستان بردن ربوده باشند.